شاهنشاه سرور و سرکار ما خوش آمدی. سلام پیشوا و پیشبر گلکار ما خوش آمدی. صلح پرور وحدت پرور یار ما خوش آمدی. کیقوباد کیخسروی با آر ما خوش آمدی. سوی درواز سایه کیردگار ما خوش آمدی. سلامت باش. حسن آفرین. یک جان تشکر مادر است. یک جان تشکر. السلام علیکم جناب عالی. سلام علیکم. پرزیدنت محترم امام رحمان، شما را من اینومی همه یمی چی شما را خیلی مقدم به همی دروازی خشباد هوا را خوش اومده. من همیشه و خرسانی و خوام را بیرست که شما را پیش ببینم. سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم، ندیمت. او سال دعوت نامم دان من اموش خربم. امو قشلاق به ماشین نیافتم بیام ببینم. نصیب همین روز بوده است. نه نصیب من امروز بی که در همی زنگ بیم بیومم برکشتم. همو بلنده نه؟ ساز خوب است. جناب عالی این مهنتاش مردم عکاس سر کنم. این در همین مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم، این بابادی ها را بگیم، در واقع ناشناختنی چی است؟ گفتی خودت وعده جناب عالی وعده دادی که دروازه تیلای بدخشان کنم. حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم. سلامت باشه. حسن جناب عالی حاضر کدوم ایامی تاجیکستان همه دوستت میدارن. در امینه همون پریزنت ها میبینیم فخر میکنیم. میگن بینشه ای همه خشلویتا، ای همه وزیرتا، ای همه قد بلندتا، ای همه گردوتا خشلوی نغز فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشلو داریم و نومی خودت موافقی. امام علی رحمان نومت موافق خودت هرکی است. کدوم یک خدمت های طرف گیم 7 شب 7 روز بگم یک سخنی من کمه قلم عاجزی میکنه به همین کارهای شما. این کارهای شما در این 30 سال کرده یگان کس نکرده. از سال 78 جنگ در افغانستان قرارش ندان. این اخیر در مدت چند جنگ قرار داد. همه صلح وحدت دوستی. پاریم داشتم رفتم دیمش گفتم که اینجا ساختی پریزی های. بعد یک ایتالی ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خاله کای میگم ای دراز میگه که دشنبی را خیلی میگم دشنبی میگه در پریز هم زخشیره چی است. این هزار رحمت ما دروازی ها امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم. حالا چات کنیم تار استاد میگیم که سلامت باشه حسن سلامت باشه. همه یمینا خدمت ها خطن ای شریح ای رئیس کوچک یاشک شهر دشنوه امام علی رستم امام علی. انا من راستیاش بگم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کن باد فاطمه زورا هر مدونانه که دوره بیزبی رو نه مکتب روی تونسه نه چی مهنتامو برای بعد دو 5 خونده می چی نه این حالت هست خطا دیگه پیشوا میداد کوات آل میبیم دگون کار کوات ابتم برام خونم. درست اما مطلع که گهواره تاگر دانش بجای من نمیشیم. انا در همیش از 5 سالگیم حواسم کرد چیای خطدیم الهام ما در فروغ سوب دانای اشتراک کرستم. آسان آفرین. انا لاحیوی شب گذشتم او الهاتی و اوش خدا یک یادم کنم برای پیرچی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش که یاد کرده آمد. 100 کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم دائم کتاب میخوندم باره کتاب خونه بیای بر هم رفت همه را خیلی تأثیر کردی همه کارا را چی تبگیم آخی گفته گفت سخن نداریم قلم عاجزی کنم و همین کارای شما. سلامت باشه.
سلامت باشید سلامت. میگم قدی ثروت الهی خم نگردد، دلی شادت به دوری غم نگردد، الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ای سری ما کم نگردد. احسن. ولی نام خودت فاطمه ایه که یا زهرا؟ من کلونیم گیا فاطمه من. ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟ نه ولی به اکتبر ریمه. اکتبر. حتما به جمهوری را برید. بریم سقه شرمندم نکنی بریم در همین پیریان خستم. نه چی باشد؟ خیلی دلم پره که بدون باره خیلی سوال یک که باز کمپیر یک فراموش نکنه. نه برعکس برای جوان ها این چی عبرت می شود. جوان ها عبرت می شود. میگن گل با پیران خشه جوان ها خود چو گلن. سلامت باشید. امی کردکی امی کردکانو امی مادر خود چو تولش اینگه پیاد گفتن نو میخته در زبان شو گیجمه. بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم میگه ای ببی شعرت خونم میگم خو امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان. نمو کردک 2.5 ساله. رحمت. نه منی در اخیر یک و 4 میستر خشومه 100 بار خشومه به همی دروازی خشباد هوا را میگم تیلاه دولتت پاینده و پاینده تر باشد. گلی باغی امید در شکفتن هر سحر باشد. اگر از سق دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پا باشد. رحمت خشومه میوه ما پیش ببینم من کی نست کرامیستم میام سلام کنم خطی اکی زستان من استم خطای پیش ببینم مال بیا غیر خوالا ما جنباز کرد دیگر یکون کسی دیگر یکون چه گفتنی داره از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد دیگه این در سخنهای من نمیشه بخدا این 1/2 ساعت برآمد کردگی منه 5 دقیقه برآمد کردگی خالای فاطمه برابر شد زیادتر شما ولی من میدانم که بعضا بچه ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین نه بعضا به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خود سخن کردن با دقت گوش کرده باشید چقدر است به نهایت چقدر دوست نمیداره این مردم ها این ملت چگونه دوست نمیداره بله من نمیدونم دیگر این همی حاضر من تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد با شنیدن من هم خیلی زدن سخنهای شیرین شد یک جان تشکر میگم سفر آخران هم در شهر خارق بود بعد یک کارخانه میکشدیم نگاه کردم دیوال قرتی یک 15-20 نفر عورتا دایره زده ایستادن بعد نگاه کردم بعد شده یک مادر تاجیکی سال خورده خیلی در نظرم کلانسال تافت رحمم اومد بعد نزدش رفتم و گوشش را گفتم که دایره زده ایستاده است مرم نگاه نمیکند بعد گوشم گفتم آچا جان شما خدمتاتون را کردین زحمتاتون را کشیدگی هستین شما ما را گناهکار نکنین شما بیاین این سایه در اینجا بشینید هم خیلی گشت نگاه کرد گفت که من برای پیشوازگیری شما اومدم
من برای شما خرسندی کرده ایستادم. چی بگم دیگر؟ رفتم کارخانه را کشادم برآمدم، حاضرم، راست است، حاضرم دایره زده ایستاده است. من این مهر و محبت، صمیمیتی در سیمای یک مادر تاجیک نسبت به کلی ملت و خلق دولت تاجیکستان میدانم. کوشش میکنم بیشتر در نزد مردم باشم و از رفت اجرایش سپارش‌های داده شده نظارت کنم که هیچی هم نباشد یک مشکلی مردم سبکتر شود، یک پرابلم یا یک مشکل‌های اجتماعی مردم سبکتر گردد. وظیفه رهبر همین است. خلق است رهبر دولت را انتخاب میکند. اگر مردم نباشد خلق، این دولت است. اگر شما نباشید دولت کجا میشه؟ سلامت باشید، خوشبخت باشید. خدای تعالی همین هر آرزوی آمالی که در دل نیتان است، در قلبتان است، همه شما را به همان رساند. سلامت باشید. برای پیشوازگیری صمیمیتان یک جهان تشکر. خوشبخت باشید، آباد باشید.